در این برنامه مورد گاری تومو ایناگه، آکوری آشیهارای، آکوری اریجیمه و فرار از آن را بررسی خواهیم نمود. ابتدا به نحوه اجرای مورد گاری که از فنون پرتابی دست می باشد توجه کنید. به سمت حریف گام برداشته ضمن خم شدن با دو دست از دو زانوی حریف بگیرید. پس از گرفتن زانوی حریف با فشار بالاتنه موجب سقوط حریف شوید. مورد گاری. تومو ایناگه. تومو ایناگه. تومو ایناگه یعنی پرتاب دایره‌ای. نقش کومیکاتا را در جودو به خاطر بیاورید. آنگاه با استفاده از یک کومیکاتای مناسب حریف را روی پنجه های پا بکشید. پس از این کشش ضمن یک کوزوشی به پشت بغلطید آنگاه پای خود را زیر شکم حریف قرار داده و او را از بالای سر پرتاب کنید. حریف را بکشید، ضمن غلطیدن پا را روی شکم او قرار داده و حریف را از بالای سر پرتاب کنید. تومو ایناگه یا پرتاب دایره‌ای. آکوری آشیهارای. آکوری آشیهارای از فنون پرتابی پاست. چند بار به نحوه